سلام، به کانال من خوش اومدید. با ما همراه باشید. شب خالی کنید، با رفیقام دور همی دارم. سلام، ببخشید نظر منو می‌خواستم. منو گفتین رستوران؟ بله. از این رستوران میزا همه اسکنر داره، همشون رزروه. کجا باید سفارش بدم؟ منو بالا است، دکمه رو بزنیم ویتر ازتون سفارش میگیره. در خدمتم. خودتونی؟ بله، مشکلی هست؟ یه اسپرسو می‌خواستم. جسارتا قهوهش برزیلی باشه یا کشت روز؟ فقط برزیلی یخ زده است؟ بله. کشت روز باشه. کدوم روز؟ فردا. داشتی میگفتین امروز باشه. هفته قبل زدم براتون. میدیوم باشه ولدان یا دارک روست؟ مدیوم باشه. دارک روست میزنم براتون. چیز دیگه ای لازم دارین؟ یه شات آب کنارش باشه. شات آب قبل قهوه بیاد یا همراه قهوه‌تون بیاد؟ قبل قهوه بیاد بشه. همراه قهوه میارم. سفارشتون ثبت شد. تشریف فرین صندوق. بله. خودتونی دوباره؟ با 30% مالیات که مشکلی ندارین. 9% مگه نیست؟ 9%شو دولت میخوره. 35% زدم. 5% هم اضافه 5% حق سرویسه. مرسی. سالن میشینین حیاط یا روف؟ روف هم دارید؟ شما سالن بشینین. سالن میشینم. چپ یا راست؟ فرق میکنه؟ چپ سیگار ممنوعه. راست میشینم. راست هم سیگار ممنوعه. فقط میتونین وی آی پی بشینین. هزینه رزرو بشه 1 تا 45 دقیقه 500,000 تومانه. مرسی. سفارشتون 2 ساعت دیگه آماده میشه. با هزینه رزرو میشه 1,450,000 تومان. چه خبره؟ صداتو بیار پایین. همینه. اون مسیر رستوران ما میخوره دیگه. من پاتوقم رستوران لاکوی موتلگوه. مصطفی چطوری پسر؟ وضع چینه؟ مصطفی اینجا چی؟ حواس چی کردم؟ حواس اون قهوه هایی هست که درست میکنی. اون قهوه ها رو اینجا باید خورد. میای اینجا برام قهوه درست کنی؟ با هم بیای. این صخره ها هست. این صخره ها فقط قهوه میچسبه. نگاه میلاد به والله اونجایی که تو میری تابلوی پرواز عقاب ممنوع زدن. اونجا قهوه زدن یه چیز اندازه پیکنیک میخواد. من ندارم، تو داری. چجوری رفتی اونجا فقط به تو قهوه میچسبه، برای من اینجا میچسبه. همین که تو اسم من اونجا آوردی من اینجا چسبوندم، خیس عرق شدم. اونجا برای تو فقط جای یه پات هست، یه پای دیگه رو هوا. توی سیبری هاسکی دارن اینا رو این ور اونور میبرن. تو مگه عقاب داری تو رو برده؟ رازبری و بلکبری. نیشه سوپر شیک سوپربری لوتوس. سلام داداش. سلام عزیزم، در خدمتم جان. سوپر شیک بوقبقی بوقوس بزن. سوپر شیک بوقبقی بوقوس. سوپر شیک بوقبقی بوقوس چیه داداش؟ ما نداریم. ما منومون بالا زده شیک وانیل نوتلا موز شکلات تایید دارن اینو که. داداش ما نداریم، ببخشید معذرت میخوام. چی هست ترکیباتش؟ رازبری، بلکبری، ردبری، ردبری، سوپربقی بوقوس. داداش نداریم، ببخشید مسخره میکنم والله. تو چیکار میکنی؟ شلوارتو چرا پایین میاری؟ کافه‌ای که سوپر شیک بوقبقی بوقوس نداره رو باید داداش چی داری میگی؟ نکن بابا بکش بالا شلوار. 4 تا 6 ماه رو کشتی موندن، چه وسایلی باید با خودمون ببریم؟ 2 پاکت سیگار، مقداری فندک، لباس راحتی، لباس فرم، کتاب، مقداری سیگار، اسپری خوشبو کننده، 2 پاکت سیگار، شامپو سشوار، 2 پاکت سیگار. موقعی سوار شدن با چمدون افتادیم تو آب، موبایل دوم سالم در نیاد. 2 پاکت سیگار باشه. ماشین ریش تراش، 2 پاکت سیگار، 2 پاکت سیگار، 2 پاکت سیگار. حوله تو کشتی معمولا میدن، نیارین جای زیادی از چمدونتون رو میگیرین. 2 پاکت سیگار، 1 بسته سیگار، 2 پاکت هم سیگار. همیشه فکر میکنم این چیزو جا گذاشتم. حالا 1 کیف توش هم 1 بیسکویت چیزی، آب و 1 پاکت سیگار. داداش سیگار یادت رفت؟ 2 پاکت سیگار هم میبردی همراه خودت. سیخ و سنجاق میبردی بهتر نبود؟ صبح یه بس تریاک میزدی تا شب گرم نگه می‌داشت وسط اقیانوس دریالا. سیگار البته بعدش میچسبه. بازم خود دانی صلاح اقیانوس خود خسروان دان. از این لحظه هر چیزی که بگی در مراجع قضایی بر علیت استفاده میشه. درست. چرا این کارو کردی؟ اشتباه کردم. چند بار اشتباه لازم بود تا سر عقل بیای؟ زیاد. به چه قیمت؟ به قیمت زندگیم. دارو ندارم رفت. میارزید؟ نه. انگیزت برای هر بار تکرار این اشتباه چی بود؟ تخفیف. به خاطر 1000 تومان به خاطر 1000 تومان برای منی که از بابام یاد گرفتم دنبال 1000 تومان برم. آره. بس دیگه. بدترین تجربه تو این مسیر چی بود؟ یک کتاب کلاهبرداران مجازی رو خریدم که هیچ وقت به دستم نرسید. چرا نرفتی تو دیوار؟ اتفاقا این اواخر داشتم بهش فکر می‌کردم با ماشین برم تو دیوار. نه این دیوار نه. چرا تو دیوار؟ این دیوار با اون دیوار فرق نمی‌کنه. نه دست تک گاز کی نه. تو این دیوار منظورم اپلیکیشن دیوار. بابا این دیوار اپلیکیشن شکسته کردم خسته شد
داداش کجا داری میری؟ مثل که ندیدی چی شد. زدی. برگرد. خواننده آهنگ مرد، رفت خواننده بعدی. داداش زدی. ایربگ میربگ همه چی باز شد. اوکی. دنده اتومات داری دنده میندازی. داداش زدی، باید وایسی الان. ریدی. کجا داری؟ ریلکس میری همینجوری ردیفی. اوکی و رو متایی. زدی. 470 میلیونی مشتری عزیزمون برای پتشون. مبارکت بشه. پت منم بابام هنوز عید بهم 50,000 تومن عیدی میده. پت منم این نیست که اینجا از هر چه خوشت اومد علاقه نشون نده، فروشنده به همه قیمت رو بالاتر میگه. باز یه شیطونی نفهمه. بابا از این شلوارایی که امیر احسان داره بدم. امیر احسان پدر مادر نداره. تو مگه پدر مادر نداری؟ شلوار پاره می‌کنی، من شلوار تو رو پاره کنم. اینو بگیر. این آره اینو بگیر. اینا چند؟ 500. 200. نه آقا اینجا مقطوعه. 220. نه بابا 200. این چیه مگه؟ یه تیکه پارچه است. جا نداره. ول کن شما اصلا کاسه نیستید. من نگرفتم میخوام اینو. میگم نه دیگه. خب باشه هر چی تو جان 200. دای سلام. کجا میتونم اوردر بدم برای چی بدی؟ ببخش منو کجا سفارش بدم؟ منو بالای من در خدمت. چی ولش کن. یه شیک توت فرنگی، یه آیس کارامل ماکیاتو بزن. چی بزنم؟ کجایی داداش؟ آقا یه اسپرسو دبل پر آب. اسپرسو دبل پر عربیکا باشه. صد روبوستا بزن. نسکافه گلد بری تو تشیری میری هر چی داره بتون. ماشاءالله پریبون. دمت گرم. فقط تیک اوی. نزن تو لیوان بزن. تو لیوان. کروسان داری؟ کروسان نوتلا پر ملات. که یزدی چینی زبون شینی خامه‌ای اینا داری؟ چینی زبون داداش فردا موجود میشه. یه خرما بذاری دهنمو شیرین کنم اوکی. دمت گرم. فقط اینکه بادیش بالا باشه، اسیدیته خیلی کمی داشته باشه. دمت گرم. یخنده کنه گل